پروردگارا شبت فرا رسید، رضایت جستجو می شود و رحمتت امید بسته می شود. پس برای من در نزدیکی به سوی خود باز کن. پروردگارا اگر عملی من کم است، فضل و کرم تو بزرگ است. اگر قوت من سست شده است، پروردگارا رحمت تو عظیم است. اللهم پروردگارا در این شب به من نصیب آرامی ببخش، نصیب مغفرت بگردان و نصیب نزدیک شدن به سوی خود را عطا فرما. ای الله، دل و جانم به دست توست، آن را اصلاح کن و به نور هدایت و آرامش آن را پر بگردان. ای الله پروردگارا، شب تاریک می شود و دلها به سوی تو، به سوی جستجوی رحمت تو پیگیر می گردند. پروردگارا بر من نور عطا فرما تا غمهایم از بین برود. پروردگارا اگر در دل من چیزی هست که تو آن را دوست نمی داری، آن را با اشک شبانه بشوی، تازه بگردان. ای الله در سکوت شب و آرامش آن به ما سکون دل و آرامش را عطا فرما. ای الله من نزد تو با این ضعیفی، با این بیچاره حالی، با این شکسته حالی آمدن. پروردگارا مرا شامل رحمت خود قرار بده. پروردگارا مرا از جمله بندگانت قرار ده که آنها را دوست می‌داری و قلب‌هایشان را با نوری طاعت و فرمانبرداریت منور بگردان. پروردگارا در این شب آنچه را که برای من سنگین است، آنچه که مرا سنگین کرده است برداشته کن و گناهایم را ببخش و حاجتم را برآورده کن. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، شب زیر پرده خاموشی پنهان است، ولی قلب‌های بندگان عاشق بیدار هستند. آن ساعت است که دنیا خواب است، ولی فرشتگان به زمین فرود می آیند و پروردگار با بندگانش نزدیک شده گفتگو می کند. قیام شب نه تنها نماز است، بلکه فضیلت بزرگ است که بنده با پروردگارش محبت می کند و عشق می ورزد، که آرامش دل او و نور قلب او می گردد. این شب خیزی نور است که ظلمات و تاریکی های کفر و شرک و بدعت را با یک کف دعا و آب چشم پاکیزه می گرداند. دل را روشن می سازد، گناهان را دور می گرداند. آن نعمت است که الله آن را مخصوص بندگانی نزدیک شده خود قرار می دهد. قیام اللیل دأب الصالحین قبلنا. قیام شب عادت صالحان پیش از ما می باشد. الله می فرماید: استعیذ بالله و کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. که آنها اندکی از شب را میخوابند و بس. بندگان صالح و نزدیک به پروردگار همیشه شب را زنده می داشتند. آنها در این تاریکی شب و پروردگار سخن میگفتند، صحبت میکردند وقتی که مردم در خواب غفلتند. قیام شب نشانه محبت حقیقی بنده به پروردگار است. قیام اللیل قربة الی الله. قیام شب وسیله است نزدیکی به پروردگار و نزدیک شدن به او سبحانه و تعالی. الله می فرماید: و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یجعلک ربک مقاما محمودا. و در قسمت از شب برخیز و نماز تهجد را بخوان. این نافله نماز شب خاص توست ای بنده. باشد که پروردگار تو به مقام پسندیده تو را برساند. پس این نماز وسیله ارتباط روحی بنده با پروردگارش است. در قیام شب، در دل شب که از همه غوغاهای دنیا خالی می گردد، روح به آسمان می پیوندد. و دیگر از نیت‌های قیام اللیل: قیام اللیل مکفرة للذنوب. به درستی که قیام شب پاک کننده گناهان بندگان است. رسول الله فرمودند که علیکم بقیام اللیل. ای بندگان، لازم بگیرید قیام اللیل را، نماز شب را. فانه دأب الصالحین. میدونید که زیرا قیام اللیل، نماز شب، عادت صالحان پیش از شماست قبلکم. قربة الی ربکم. و درستی که قیام اللیل، قیام شب، وسیله نزدیکی با پروردگارتون است. و مکفرة للسیئات. بر این اکتفا نکرد رسول الله و گفت: به درستی که پاک کننده گناهان توست. پس این شب وقت است که اشک توبه سبب پاک گشتن بنده و آرامش بنده می گردد.
و دیگری از نیت‌های قیام اللیل مانع للاثم. به درستی که قیام اللیل انسان را از گناه باز می‌دارد، چون الله می‌فرماید ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. به درستی که در حقیقت نماز از هر زشتی ها و گناه ها انسان را باز می‌دارد. پس آن دلی که شب با الله ارتباط دارد روز با گناه میل ندارد. دیگری از نیت‌های برخاستن از برای قیام اللیل که اینکه قیام اللیل، قیام اللیل شرف المؤمن. به درستی که قیام اللیل این شرف مؤمن است، شرف مؤمنان است. چگونه که از رسول الله روایت است که فرمودند شرف المؤمن قیامه باللیل. روایت طبرانی است که فرمودند شرف مؤمن در قیام، در برخاستن شب زنده داری کردن اوست. نه زیبایی چهره، نه زیبایی منصب، بلکه عبادت شبانه شرف حقیقی مؤمن است. دیگری از نیت‌های قیام اللیل قیام اللیل نور فی القلب والوجه. به درستی که قیام اللیل نماز شب روشنایی در چهره و دل بندگان است. الله می‌فرماید سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. نشانه‌های آنها در روی‌هایشان از اثر سجده دیده می‌شود. پس دل آن بنده‌ای که شب به الله ارتباط دارد پیوند است، رویش نیز از نور پر می‌گردد. قیام اللیل سبب لحسن خاتمه. به درستی که قیام اللیل سبب انجام نیکی زندگی است، حسن خاتمه است. رسول الله در حدیث که روایت مسلم است فرمودند تبعثون علی ما متم علیه. شما بر آن چیزی که در آن مرده اید احیا زنده کرده می شود. پس هر بنده‌ای که شب با الله می ایستد، الله مرگش را نیز به نیکی به انجام می رساند. قیام اللیل سبب لرحمت الله. ای بندگان الله، قیام شب باعث می شود که سبب رحمت الله بر شما فرود می آید. الله می فرماید تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. پهلوهایشان از بستر دور می شود و هیچ کس نمی داند چی چیزی برای آنها پنهان داشته شده است. الله خود پاداش بندگان شب زنده دار را پنهان نگاه داشته است تا آنها را در آن روز قیامت، در آن صحرای محشر به آنها را شاد بگرداند. قیام اللیل سبب لرفعت الدرجات. دیگری از نیت‌های قیام اللیل اینکه قیام شب سبب بلند شدن مرتبه‌های بنده می‌گردد. الله می‌فرماید هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. آنها در نزد پروردگار درجه های بالا و مقام های عالی دارند. در دیری شب میخیزند، در قیامت بر مرتبه های بلند می ایستند. قیام اللیل سبب لسعادت القلب. ای بنده، به درستی که قیام اللیل نماز شب سبب شادی قلب تو میگردد. رسول الله فرمودند جعلت قرة عین فی الصلاة، که این نماز نور چشم من، شادی چشمانم در نماز قرار داده شد. پس دل از شب رو در سجده قرار ده. با دنیا شاد مشو، بلکه با ذکر یاد پروردگار خوشنود بگرد. قیام اللیل سبب لاستجابت الدعاء. ای بندگان، به درستی که قیام اللیل سبب اجابت دعای توست، پس چرا آن را ترک میکنی؟ رسول الله که روایت بخاری از فرمودند ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلة الى السماء الدنیا. پروردگار ما هر شب آسمان دنیا فرود می آید. فیقول، سپس می گوید من یدعونی فاستجیب له. کیست که مرا دعا می کند، مرا بخواند، از من کمک یاری و مدد بطلبد تا اجابت بکنم. چون شب وقت است که همه در خوابند. پروردگار مهربان دعوت میکند آن بندگان را بیایید. ای بندگانی که طلب آمرزش میخواهید بیایید. ای بندگانی که هرچی میخواهید بیایید. قیام اللیل سبب
لرزق واسع. ای بندگان الله، قیام شب سبب فراخی رزق تو میگردد. الله میفرماید وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. خاندان خود را بر نماز امر کن و در آن با صبر باش، ما رزق روزی تو را عطا میکنیم، بر شما میدهیم. بنده شب زنده دار رزقش از جای خواهد آمد که خود در تعجب میافتد، گمانی آن را ندارد. قیام اللیل یزیل هموم والاحزان. ای بندگان الله، به درستی که قیام لیل نماز شب و غم و اندوه را از دل دور میسازد. به درستی که الله میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که به یاد الله قلبها آرام میگیرد. هر اشکی که در شب برای الله ریخته می شود غم را از دل دور می سازد. قیام اللیل سبب لطمأنینة نفس. ای بندگان الله، قیام لیل سبب آرامش روحی بندگان می گردد. الله می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه. ای نفسی آرام شده، ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. به سوی پروردگارت با تمام راضی باز بگرد. قیام شب دل را با آن حالت میرساند که از یاد الله لذت میبرد. قیام اللیل ینیر القلب. به درستی که قیام لیل قلب بنده را منور میسازد. رسول الله فرمودند الصلاة نور. به درستی که نماز نور است. روایت مسلم. پس این شبی که تو می‌ایستی روز از روزها در قبرت نور میگردد. قیام اللیل یهجئ للقیامه. به درستی که قیام شب آمادگی تو ای بنده به روز قیامت است. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. به درستی که آن کسانی که شب زنده داری میکنن با سجده و با قیام. کسی که شب رو با الله میگذراند در روز قیامت نیز در امان خواهد ماند. قیام اللیل یعلم الاخلاص. ای بندگان الله، قیام شب اخلاص را در دل تقویت میبندد. شب وقت است که هیچ کس تو را نمیبیند، تنها تو با پروردگارت پنهان با این عمل به درگاه او نزدیک میشوی. قیام اللیل یجلب محبت الله. ای بندگان الله، قیام شب محبت الله را در قلب تو راسخ میگرداند، جلب میکند، نزدیک میکند. این اللیل و النهار لا یستویان. به درستی که شب و روز با همدیگر برابر نیستند. الله دوست می‌دارد کسانی را که شب از خواب برمیخیزند برای نیایش و دعا برای پروردگارش. قیام اللیل یزید الایمان. قیام شب به درستی که ایمان بنده را زیاد میگرداند. چون در حدیثی که روایت مسلم است آمده است بنده در نزدیکترین حالت با پروردگارش است هنگام سجده. نزدیکترین حالتی که بنده با پروردگارش است این حالت سجده است. وقتی که بنده در این دیلی شب که الله بر آسمان زمین فرآمده است سر را به سجده میگذارد با ایمان و اعتقاد کامل و طلب هدایت، این است که دعایش مستجاب میگردد. قیام شب پیوند مستحکم است بین بنده و پروردگار. الله میفرماید فذکرونی اذکرکم. ای بندگان من را یاد کنید تا من شما را یاد کنم. وقتی که در نیمه شب تو الله را یاد میکنی اون است تو را یاد میکند. قیام اللیل ینقی القلب من الران. به درستی قیام شب دل را از رنگ های گناه پاک میسازد. الله میفرماید کلا بران علی قلوبهم ما یکسبون. کلا هرگز چنین نیست که در قلب‌های آنها جایگیر شده است آنچه که کسب کردن. پس این به واسطه قیام لیل نابود می‌گردد. سجده‌های شبانه قلب را ملائم می‌سازد، مثل آینه پاکش می‌گرداند. قیام لیل یورث الخشوع. ای بنده، قیام لیل خشوع، فروتنی را و تواضع را در قلب تو می‌گرداند. الله میفرماید قد افلح المؤمنون. به درستی که مؤمنان نجات یافتند. کدام مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. آن مؤمنان که در نماز خود فروتن هستند، با تواضع هستند، در تاریکی شب
نمازها را ادا میکنند و نمازهای فریضه 5 گانه را در وقتش ادا کرده با خشوع و فروتنی با انجام احکام آن، رکنها و شرط و واجبات آن انجام دهند. قیام اللیل یحبب الاخرة فی النفس. ای بندگان الله، قیام شب محبت آخرت را در دل جایگیر می نماید. والآخرة خیر و ابقا. به درستی که اگر شما پند میگیرید پند پذیر هستید، آخرت بخیرتر است و باقیتر است برای شمایان. کسی که شب را با الله میگذراند، قیام اللیل میخواند، با او سبحانه و تعالی راز نیاز را میکند، به درستی که آخرتش را آباد کرده است، دل را با او سبحانه و تعالی پیوسته است که جزای او جز نیکی چیز دیگری نیست. قیام اللیل یبعد من النفاق. ای بندگان الله، قیام شب انسان را از نفاق دور می سازد. چون که عبدالله ابن مسعود فرمود ذکر شبانه دل مؤمن را زنده می سازد و آینه نیلگون او قرار می گیرد. قیام اللیل یجلب برکت الوقت. به درستی که ای بندگان الله، قیام شب برکتی وقت را بر تو فراهم می سازد. چون که روایت ترمذی است فرموده که دعای پیامبر ای الله ای پروردگار، بر امت من در صبحگاهانش در سحر برکت را عطا فرما. پس کسی که شب بیدار می شود روزش پر برکت می گردد. آخر شب قیام اللیل یسهل علیک طاعات. ای بندگان الله، قیام اللیل به درستی که طاعت و عبادت را آسان می گرداند. بنده شب خیز از صبح تا شام در اطاعت الله سبحانه و تعالی آسایش می‌یابد، آرامش می‌یابد، آسان می‌گردد برای او، دلش زنده می‌شود. قیام اللیل سبب لحسن الخلق. ای بندگان الله، قیام اللیل سبب حسن اخلاق بنده می‌گردد. قیام اللیل یعین علی ترک المعاصی. ای بندگان الله، قیام شب برای دوری از گناه کمک می‌رساند. کسی که شب با الله سبحانه و تعالی رابطه دارد، روز نمیتواند او را سرکشی کند. قیام اللیل یذکرک بالآخرة. بندگان الله، قیام شب تو را بر آخرت ذکر یادآوری میکند. هر سجده‌ای که شب میکنی مثل آمادگی برای سجده روز قیامت است. قیام اللیل یفضی الی جنات النعیم. ای بندگان الله، قیام شب سبب داخل شدن تو بر جنت های جاودانه قرار میگیرد. ان المتقین فی جنات و عیون. به درستی که بندگان پرهیزگار متقی در جنت ها و جوی ها است. و كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. متقیا که در آن جنت های جاودانه قرار دارند، آنها آن کسانی هستند که قلیل یک اندک از شب را شب زنده داری میکنند. بهشت مکان آنهاست که شبها را با الله با راز نیاز گذراندن. قیام اللیل یثبت الایمان والیقین. ای بندگان الله، قیام شب ایمان و یقین را استوار میسازد. بنده شب خیز با حق سخن میگوید مخفی پنهان. همین است ارتباطی که بنده را یقینش را قوی میگرداند. ای بندگان الله، قیام اللیل محبت تو را به مردم قوی میگرداند. چون الله هر کسی را اگر دوست بدارد، محبت او را در قلب‌های دیگران جایگیر می‌نماید. قیام شب سنت ها را زنده می‌سازد و دین را قوی می‌گرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش شبها را با عبادت و ذکر دی الله سبحانه و تعالی سپری می‌کردند. پس کسی که آنها را پیروی می‌کند سنت را زنده کرده است. پس قیام اللیل سبب کامیابی در دنیا و آخرت تو می‌گردد. من عمل صالحا من ذکر او انثى. کسی که از شما از مرد و زن عملهای صالح را انجام می‌دهد و هو مؤمن، در حالی که مؤمن است، فلنحینه حیاتا طیبه. به درستی برای حیات پاکیزه عطا میکنیم. پس قیام اللیل حیات پاک است. در دنیا سعادتمندی، در آخرت جاودان است. پس قیام شب ای بندگان الله نعمت است که الله آن را برای بندگان محبوبش انتخاب کرده است. آن نور است در دل انسان، سبب رزق و آرامی روح و حیات ابدی انسان در بهشت قرار میگیرد. اللهم اجعلنا من الذين يقومون من الليل ایمانا واحتسابا.
پروردگارا ای الله ما را از جمله آن بندگان قرار بده که شب رو برای تو برخیزیم و خاطر حساب و اجر پاداش و ارزقنا لذت مناجات لک. پروردگار لذت مناجات بر خود رو بر ما عطا فرما فی ظلمات اللیل، در تاریکی های شب. پس برادران و خواهران گرامی، قیام شب نه تنها عبادت است بلکه روش زندگی دوستانه بنده با پروردگارش است. آنها در زمان تمام خاموشی دنیا درهای آسمان را به خود می‌گشایند و الله در اینجاست که آنها در این تاریکی شب خاموشی تمام دنیا که درهای آسمان برای آنها، برای بندگان نیکی هلاک شده می‌شود، و سوی الله سبحانه و تعالی فریاد میزنند و نور را، نور توحید و ایمان و اسلام را و راه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در قلب‌های خود می‌گنجانند و راه هدایت را میپذیرند و رابطه خود با پروردگار مستحکم میسازند و این رابطه را به هیچ وجه، به هیچ چیزی عوض نمیکنند و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیه.